خشکی واژن حین رابطه چی استفاده کنم که لذت بیشتری ببرم؟ بپرس تا بگم. وازلین. شماره 5 رو بهش میدم، چون فرآورده نفتی غیر قابل جذب افزایش شدید ریسک عفونت رو داره. با کاندوم هم که اصلا ناسازگاره. روان کننده های محرک و طعمدار. رتبه 3 رو بهش میدم. قابل قبوله اما برای افرادی که حساس نیستن. برای تنوع خوبه چون خیلی ممکنه رایحه و گلیسرین رو داشته باشن، با احتیاط استفاده کنید. روغن بچه. شماره 4 رو بهش میدم، چون که ترکیبات روغنی با اسانس‌های مختلف داره و به شدت مخاط واژن و مقعد رو تحریک میکنه. ریسک عفونت هم که بالا میبره، با کاندوم هم که ناسازگاره. روان کننده های بر پایه سیلیکون. شماره 2 رو بهش میدم. روان کننده خوبیه، ماندگاری خوبی داره، برای خشکی های شدید و رابطه های طولانی خیلی مناسبه، با کاندوم هم سازگاره. روان کننده بر پایه آب. خب به این شماره 1 رو میدم. بیشترین ایمنی رو برای مخاط واژن داره و کمترین ریسک برای عفونت و حساسیت داره. ببینید روان کننده ها انواع مختلفی دارن، ولی خب طبق بررسی هایی که بیمارا استفاده میکنن من براتون بهتریناشو آماده کردم. اگه لیستشو میخوای عدد 24 رو برام کامنت کن، برو دایرکتتو چک کن.